пешвоҳои ҳозиринҳоро як гӯш мекардем иншаллоҳ. Ино чӣ хел мардумро фиреб карда ба худшон яъне фаҳм мекунанд яъне. اینکه مقصد این خیلی دین اسلام نه خیلی تو همه کارهایی که در مورد درون میشود اموال که اطراف این بچه بود اطراف در نقیس است بود خیلی گفتش است در سعودی خونده نبرا طرفدار او وقت تبدیل او را پیش قطعی ممداست. یعنی در اینجا این دکتری خبیث میگوید که همون انسان تو یعنی که سخنهاش یعنی اپراودت کن. تو بگو که یک انسانی هست که در سعودی خوندگی هست عقیده تو رو قبول دارد بیارویم با او صحبت کن تو بگی به پیش من بیارش یعنی که بعدن مقصد آزیرش کنیم ده شرمنده ها یعنی همه چیز کرده چیزی که شما گفته در بین ما داخل شده چیکار میکنن مردم مایده فریب کرده میبرن الله خورشون کنه این کذاب رو بگه که شر بیرا میگه دو تا کذابی دارد اینو تمام حیاتش دروغ است کذابی است و در دینش در خودش هم کذاب است اینجا میگه که بیرا میگه خودت مثل همونها کن میگه یعنی نفاق تعلیم داده است یعنی مثل همونها شام میگه اویو یک انسانی که به عقیدهش باور دارد همین گپ گفته میتونه که خودت مثل همونها کن گفت مثلا ما یگان برادر نمیگیم که به اهل بدعت گروه را خودت مثل همونها کن گفت برای اینکه این کفر است این یک گمراهی است یک زلالت است اعوذ بالله بعد از این میگه که بگو که در سعودی خوندگی بوده میگه یعنی این دکتری گفت آرزو میکرده که همین در سعودی خوندگی نومش براید خیلی که خودش دکتر گفت به یک شوخی این دکتر حیوانات است همین گل پو خیلی بعضی کسلی های پوست میشد یکون شکمش دم میشد همین دکتر میبرید فرزن کرده نتواند مثلا بخشی شیخ نگاه کنید برای همون در سعودی خوندگیش با یک نگاه کنید چه ترجمه را حاضر نمیفهم نگاه کنید چی میگوید نسبت شما کن یک گپ زدگی است و یک برادر وقتی که می نویسد ابو محمد مدنی حفظه الله می نویسد ببینید چه ترجمه میکند سعودی خوندگی نگاه کنید ابو محمد مدنی حفظه الله مقصود میگه اون تعالش کن مدنی خدا نیسته که خدا را حفظت کنه اعوذ بالله این گپ کفری است تکفیر یعنی ببینید که میگه که حفظه الله یعنی که ابو محمد مدنی حفظه الله آخر الله حفظش کند ترجمه را نمیفهمد سبحان الله حفظه الله یعنی حفظه الله یعنی الله همون انسانی که ما نامش گرفتیم حفظش کند این دیوانه ها برای همین بسری ما چقدر تومت ها میزنن بسری اهل سنت چقدر تومت های کذابی میزنن خودشون نمیفهمن اگر باور کنید یگون برادر باشد که افندی حقیقی گفته همین آزادی ها را قصاش کم یک سال جمع کرده است افندی حقیقی زنده روی دنیا و افندی تاجیک نمیشه ماند افندی های تاجیک یکی افندی من دکتر ماند یک افندی همین قصه کودک بوده یوم ده افندی ها را نقل کردن کودک ها به افندی ها را گفتن میخندانه در نمینه گفتن در کاست پس کرده میکروفون کدی گوشه سایکی براو در گروه نو مثل امنو شو بگو که سعودی خوندگی او تو سعودی خوندگی نیستی تو غیر از بزرگو تو چی خوندی بعد از این اگر یک سعودی خونده یک مگر یکون شوخ میبره گمراه است این گم بود اومد با میخی شرمنده ساخشی نوایی بله الله مستعان